میخوام یه چیز خیلی باحال بهت بگم و اون اینه: اگر صبح که بیدار میشی به جای فکر و خیالایی که خودکارن و بیفایده، یه لحظه تو ذهنت بیاری که یه روز جدید، خدای شکرت، من میتونم یه روز جدید رو تجربه کنم، یه فرصت جدید و هنوز نمردم. هنوز میتونم برگ درختها رو ببینم، هنوز میتونم حس کنم، هنوز میتونم موزیک گوش بدم. از همه کسایی که شب قبل با تو خوابیدن 1,000,000 نفرشون امروز بیدار نشدن. اونا حاضرن هر چی دارن بدن که الان جای تو باشن و همین چیزی که تو در موردش گله میکنی رو تجربه کنن. واقعا متوجه زیبایی زندگی نیستیم، متوجه اهمیت اتفاقی که پیش رومونه نیستیم و خیلی دیر متوجهش میشیم. داری زندگی میکنی. به قول تیک نات هان که میگه خبرای بد و همه بهت میگن، فقط کافیه تلویزیون رو روشن کنی، فقط کافیه اینستاگرام رو باز کنی، روزنامه رو بخونی، کافیه فقط سرتو بگردونی تا خبرای بد رو ببینی. خبر خوبو کسی بهت نمیگه. ما میخوایم خبرای خوب بهت بدیم. خبر خوب شماره 1: تو زنده ای، صدای پرنده ها رو میشنوی، یه بار دیگه میتونی لبخند بزنی، یه بار دیگه میتونی مدیتیشن کنی، یه بار دیگه میتونی یکی رو بغل کنی، یه بار دیگه میتونی به خودت خدمت کنی، به آدما خدمت کنی.